وزارت عدلیه به من اجازه داد تصدیق کنم که FBI تلاش‌های روسیه برای دخالت به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 هم را تحقیق می‌کند. جیمز کومی بار اول رسما تایید کرد که FBI دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 را تحقیق می‌کند و از جمله این را که آیا معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو هماهنگ شده است. من درباره کارمان و عملکرد افراد مورد تحقیق زیاد گفتن نمی‌توانم. خبری رسمی تحقیق در نشست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان صدا داد که به آن جیمز کومی و مایک روجر رئیس خدمات امنیت ملی را دعوت کردند. هر دو درباره روسیه و افشای اطلاعات مخفی گزارش دادند. جمهوری خواهان با رهبری دیویل نیوز سعی دارند سرچشمه‌های افشای اسرار مخفی به مطبوعات را معلوم کنند، از جمله سری را که سبب برکناری مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی شد. سرنوشت مایک فلین را گزارش واشنگتن پست در ماه فوریه حل کرد. روزنامه از قول 9 منبع مخفی نوشت که مایکل فلین پیش از ادای سوگند حکومت دونالد ترامپ با سفیر روسیه مسئله برداشتن تحریمات بر ضد این کشور را بررسی کرده است. جیمز کومی درباره تحقیق جزئیات نداد ولی درباره مسائل خردار دیگر صحبت کرد، از جمله درباره ادعای دونالد ترامپ که در توییتر نوشت رئیس جمهوری سابق باراک اوباما دستور داده است هنگام معرکه انتخاباتی صحبت‌های تلفنی در مناره ترامپ را گوش کنند. ما هیچ گونه اطلاعی نداریم که آن نوشته ها را ثابت کند. جیمز کومی از این بیشتر نگفت ولی افزود هیچ کس در امریکا از جمله رئیس جمهور هم حق ندارد مستقیم امر بدهد که تلفن های کسی را گوش کنند. حتی پرزیدنت هم.